عجب جایی، عجب جایی. رستوران و کافه تو رامون بود، حتما باید میومدیم اینجا. نه بابا کافه چیه؟ هم شلوغه، هم جدیدن برقا خاموش میکنن، اسمش گذاشتن تیم تاریک. مثلا که چی؟ اینجا نگاه چقدر باحاله. چرا؟ دلتون میگیره؟ دلم که نمیگیره. الانم گفتم بیام بیشتر یکم بشینه با هم دیگه یک اختلاطی بکنیم. بگیرم نیستی. بگو ما زنبیگی نیست ما. خب منم که قصد ازدواجی. پاشیم بریم دیگه. بی خودی ولخرجی نکن. حالا شما بیشین تا میگه کیش از کیش میشه، زنا سری میگن بریم. بابا یکم از خودت بگو ببینیم چی کاری، چی کار میکنی. من یه بار جدا شد. نه یاره فکر نمیکردم. در نتیجه خیلی وقتی واسه اینجور قرارا نمیمونه. چی رو گفتی؟ جوری؟ چه اینجوری حرف میزنی؟ اولندش این لهجه اصالتومه. دومندش ما برای یه کار دیگه آوردم اینجا دختر جان. مطمئنی از من خوشت میاد؟ هم بری چی؟ کارات. اینکه هر جا میرم دنبالم میای، زنگ میزنی، قرار میزنی. خب این اسکل جان، اولی که چند وقت پیش آمدی از ما میز خریدی، مبلغشو 1.300 اشتباه 13 کشیدی. الان کارت خان آوردم کارتشو بکش ما بریم خانه ما.